چگونه تایر پنچر موتر را تبدیل کنیم؟ ممکن است تایر موتر هر کسی پنچر شود، اما شما نگران نباشید. ما با چند نکته دوستان شما را راهنمایی میکنیم که چگونه تایر موتر خود اگر پنچر شود پنچری بگیرین. آرامش خود حفظ کنین. اگر تایر دهین رانندگی پنچر شد، شترنگ محکم نگاه کنین و از برگرفتن شدید خودداری کنین. بگذارین موتر به تدریج سرعتش کم کنه. اگر مطمئن هستین خطرناک نیست، کنار جاده برین و استارت کنین. محل امن پیدا کنین. یک سطح صاف و محکم پیدا کنین، برک دستی را کش کنین و چراغای هشدار دهنده را روشن کنین. مطمئن شوین که شما در معرض دید دیگران قرار دارین و در امنیت هستین. روی و پشت سر تایرها چیزی بگذارین که از حرکت موتر در حینی که شما کار میکنین جلوگیری شود. تایر اضافی یا نشتپنی، میل و جک موتر آماده کنین. رنج باز و بسته کردن پیچ‌های چرخ نیز فراموش نکنین. پیچ‌های چرخ شل کنین. با استفاده از رنج پیچ‌های چرخ تایر پنچر شل کنین، اما وار باز نکنین. اگر باز کردین باز پسان پیچ‌ها را هم پیش خود نگاه کنین که کارتان میبره پسان. راهنمای موتر را بررسی کنین تا جای درست قرار دادن جک پیدا کنین. بعد از او با جک موتر بالا ببرین تا تایر پنچر کمی از زمین بالا بره. پیچ‌ها و تایر پنچر را بکشین. حالا وقت از اوست که دیگه تایر شتپنی را که آماده دارین بگیرین و نصب کنین. اگر از تایر شتپنی کوچک استفاده میکنین، به یاد داشته باشین که بهتر است که در چرخهای عقب استفاده شود. اگر تایر پنچر در پیشروی موتر بود، یکی از چرخهای پشت سر بگیرین به پیشروی بیارین و به این ترتیب خطر کم بکنین. پیچ‌ها را بعد از اون نصب میکنین و به صورت علامه ضرب و تا حدی که ممکن است محکمشان میکنین. موتر آهسته آهسته جکش پایین کنین. بار اینجا پیچ‌ها را یک بار دیگه بر دفعه آخر محکم کنین. اما پیش از اینکه باز جای دور برین، بهتر است که به یک مستری خانه مراجعه کنین که تایر به صورت درست ببینه و ابزار و تخصص لازم دارن برای اینکه بفهمن که تایر یک وضعیت مناسب قرار داره. در پالیز فراموش نکنین که به طور همیشگی یا دوره‌ای فشار هوای تایر شتپنی را بررسی کنین که در استفاده آینده باز پنچر نباشه. همیشه آماده بودن برای هر چیزی یک فکر خوب است. خب حال شما موفق شدین. تبدیل تایر پنچر بسیار سخت نیست با وجود از که، اما وقتی که روشش بفهمین. همیشه در امنیت باشین و به یاد داشته باشین همه ما یک بار تجربه پنچر شدن تایر داشتیم.